اکبرجان جلیلوی متهم با بمبگذاری متروی سنت پترزبورگ روسیه یک ماه پیش از این حمله که حیات 14 نفر را از بین برد منزل را به اجاره گرفته بود. روز سه‌شنبه 4 اپریل، یک روز پس از این حمله مرگبار، نهادهای امنیتی روسیه این منزل را تفتیش نمودند. در صحبت با خبرنگار ریترز، باشندگان این بنا گفتند که قبل از کافتوکاب منزل زیست جلیلوف همه را از بنا بیرون کردند تا اگر ترکیش به عمل آمد کسی زیان نبیند. آنها آمده دستور دادند که مردم از بنا بیرون شوند. از اول نه پلیس و نه خدمات نجات اینجا نبودند. هیچ کس نمیفهمید که چی اتفاق افتاده است. من و شوهرم به پلیس زنگ زدیم تا وضع را شرح دهد. وقتی پلیس آمد من بیرون رفتم، ولی خوشدامنم میگوید پلیس با شاهدان به بنا وارد شده در حضور آنها در این منزل همسایه را باز نمود. پلیس با آنها گفت که شخص متهم با تروریسم در همین منزل ثبت نام شده است. یک نفری که به حیث شاهد هنگام تفتیش منزل حضور داشته است میگوید در این خانه اشیا و کالای جلیلوف در قوطی‌های سیاه و همچنان چند قوطی کرتانی یافت شدند که در داخل آن خاکه سفید ناشناس به چشم میخورد. کمیته تفتیشات روسیه که تحقیق بمبگذاری متروی سنت پترزبورگ را بر عهده دارد تاکید کرد که روز دوشنبه در عرفه بمبگذاری دوربین‌های نزد همین منزل جلیلوف را با یک بارخلطه در دست و یک بارخلطه یا خود روکزک در پشتش به نوار گرفتند. به گفت نهادهای امنیتی، جهاز ترکنده دوم که در داخل بلان سوختار خاموش کنک پنهان بود از طرف افسران امنیتی بی‌ضرر گردانیده شد. جهاز ترکنده از دو قبط فلزی عبارت بود که به واسطه اسکوچ پیوست شده بود. خود سوختار خاموش کنک هم فلزی است. چنین جهاز ترکنده را قبلا فقط در منطقه خاور میانه دیده بودیم. جلیلوف سال 1995 در جنوب قرقیزستان به دنیا آمده، سال 2011 هم صاحب شناسنامه روسیه شده است. یک ماه پیش از بمبگذاری جلیلوف از شهر اوش قرقیزستان برگشته در بینای 9 طبقه شرق سنت پترزبورگ منزل را به اجاره گرفت. همسایه ها میگویند جلیلوف در اتاق رقم 109 به سر می برد و آنها او را از عکسش که در رسانه ها بعد بمبگذاری نشر شد شناختند. چیزی خاصی درباره او گفته نمیتوانم. آدمی آرام بود، هیچ مشکلی ایجاد نمیکرد و اصلا در همین اواخر به اینجا کوچ بسته بود. ما او را 2-3 دفعه دیده بودیم که با مردم سلام علیک میکرد و هیچگاه با کسی از همسایه ها جنجال نکرده بود. منزل اجاره جلیلوف در 20 کیلومتری مکان بمبگذاری قرار دارد. روز 5 اپریل خدمات فدرالی امنیت روسیه یا خود FSB نوار بازداشت گروه از زادگان آسیای مرکزی را نمایش داد. به قول مقامات این افراد با ترغیب افراطگرایی اسلامی مشغول بودند ولی با بمبگذاری روز دوشنبه در متروی سنت پترزبورگ رابطه ندارند.